تا حالا خواستی غذاهای منحصر به فرد و خوشمزه‌ای رو امتحان کنی که فقط توی گرونترین رستوران‌های تهران سرو میشن؟ یا توی فضای مجلل و رمانتیک شام بخوری و احساس کنی که داخل یه فیلم سینمایی هستی؟ رستوران‌هایی با غذاهای شاهانه که حس خاص بودن به آدم دست میده. توی این ویدیو 5 تا از گرونترین رستوران‌های تهران رو معرفی میکنم که 5میش رو عمرن تا حالا تجربه نکردی. رستوران تاج محل، یه سفر پرماجرا به هندوستان توی قلب تهران. تصور کن یه شب قشنگ و پر ستاره توی یه فضای سنتی و پر از رنگ و نور و یه عالمه غذاهای هندی خوشمزه. این فقط یه تیکه از چیزیه که توی تاج محل میبینی. میتونی از بهترین غذاهای هندی حظ ببری. به علاوه یه عالمه دسر و نوشیدنی خوشمزه هندی. فضای تاج محل خیلی خاص و قشنگه. یه عالمه رنگ و نور و یه عالمه المان‌های سنتی هندی. انگار که یهو از تهران پریدی تو قلب هندوستان. واسه القای حس بیشتر برات بیندی یا همون خال هندی میذارن. شبی پرماجرا تو هندوستان ولی در قلب تهران برات آرزو میکنم. حالا که به رستوران هندی تاج محل پرداختیم، میتونم بگم که رستوران گردان برج میلاد سفری آسمانی در بام آسمان تهران. بزرگترین رستوران گردان دنیا با چشماندازی فوق‌العاده از کل تهران و سرو غذاهای کلاس جهانی در حین چرخش دایره‌ای برج. بالاتر از ابرها با یه دید 360 درجه‌ای بهترین غذاهای ایرانی و بین‌المللی رو ارائه میده. رستوران گردان برج میلاد خیلی شیک و مدرنه. نواختن پیانو توسط پیانیست مجرب حس رمانتیک و متفاوتی به فضای اونجا میبخشه. باید بگم که کساب یه رستوران ترکی استانبولی اصیل توی تهرانه. دنبال یه رستوران باحال ترکیه‌ای با غذاهای درجه 1 و بی‌نظیری؟ رستوران کساب همون جاییه که باید بری. این رستوران با دکور مدرن و شیک، نورپردازی دلنشین و فضای گرم و صمیمی تزیین شده. عالیه برای قرارهای عاشقونه، دوستانه و خانوادگی. منوی رستوران کساب شامل انواع کباب‌های ترکیه‌ای، استیک‌های مخصوص، غذاهای دریایی، پیشغذاها و سالادهای متنوع ترکی و دسرهای خوشمزه میشه. با مواد اولیه درجه 1 و با کیفیت. پخت عالی و اصیل با طعم و مزه بی‌نظیر. این رستوران یه انتخاب عالیه برای یه وعده غذایی خاطرانگیز. یه جورایی مثل یه رفیق صمیمی میمونه که همیشه میتونی روش حساب کنی. شک نکن که پشیمون نمیشی. میتونم اضافه کنم که کوبابا یه دنیای خوشمزه از غذاهای بین‌المللیه. دل یه غذای با کیفیت داری؟ کوبابا منتظرته. یه رستوران شیک و مدرن با فضای دلنشین که میتونی با دوستات و خانوادت بری و از طعم غذاهای بین‌المللی کیف کنی. منوی کوبابا پر از غذاهای خوشمزه از سر تا سر دنیا، از جمله غذاهای ایتالیایی مثل پیتزاهای نازک و خوشمزه با تنوع بسیار بالا. کوبابا یه منوی کامل از غذاهای ایرانی اصیلم داره که میتونی طعم خاطرات بچگیت رو دوباره بچشی. علاوه بر اینها غذاهای دریایی، ساندویچ‌های خوشمزه و سالادهای متنوع هم داره که میتونی هر کدوم رو که دوست داری انتخاب کنی. کیفیت غذاهای کوبابا حرف نداره. مواد اولیه با کیفیت و تازه، پخت اصولی و طعم به یاد موندنی. فضای کوبابا خیلی دنج و صمیمیه با دکور مدرن و شیک، پرسنل خوش برخورد و حرفه‌ای، موسیقی زنده با فضای دلنشین. کوبابا یه رستوران کامله که میتونی برای هر مناسبتی روش حساب کنی. یه شام عاشقانه با همسرت، یه ناهار کاری با همکارات
و یه دور همی دوستانه و پر انرژی. کوبابا منتظرت میمونه. گفتنیه که اسکای لانج یه رستوران رویایی تو آسمون تهرانه. فکرشو بکن، یه شب قشنگ توی ارتفاعات تهران با منظره‌ای خاص از شهر و یه عالم غذایی که کنجکاوت میکنه. این فقط یه تیکه از چیزیه که اسکای لانج تو رو دعوت میکنه که تجربهش کنی. فضای اسکای لانج خیلی شیک و مدرنه. اگه میخوای یه جای رمانتیک برای قرار عاشقانت پیدا کنی، اسکای لانج یه انتخاب عالیه. یه پیشنهاد ویژه برات دارم. حتما از دسراش امتحان کن. دسرای اسکای لانج خیلی خوشمزه و خوشگلن. میتونی اینجا از یه شب رویایی لذت ببری. یه شب قشنگ و مهتابی، یه عالم غذای خوشمزه و یه منظره 360 درجه از تهران زیبا. توی این ویدیو بهترین و گرانترین رستوران‌های تهران رو معرفی کردم. توی ویدیوی بعد به گرانترین خونه‌های تهران میپردازم. پس حتما این ویدیو رو ببین.